خب در ادامه بحثمون یکی از مهمترین الزامات مشترک بین استاندارد ایزو 9001 و استاندارد ایزو 22000 رو در ویرایش‌های جدید 2015 و 2018 با همدیگه بررسی می‌کنیم و اون الزام شناخت محیط یا بافت سازمان هست. کلمه محیط یا بافت سازمان ترجمه کانتکست یا محتوای سازمانی هست که به فارسی ترجمه شده. این مفهومی که این الزام داره این هست که سازمان ها قبل از اینکه بخوان هر فعالیتی رو مرتبط با سیستم های مدیریتشون انجام بدن و موفقیت‌های خودشون رو در فضای کسب و کار تضمین بکنن، باید خودشون رو بشناسن. مفهومش این هست: سازمان‌ها باید نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای خودشون رو بشناسن. بدونن که جایگاه سازمانیشون در فضای کسب و کار و در فعالیت‌هایی که تصمیم به انجام اون دارن کجا قرار گرفته. برای دستیابی به اهدافشون چه نقاط قوتی رو دارن، چه نقاط ضعف درون سازمانی رو دارن، چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی رو از بیرون از سازمان دارن. اینها رو باید اول بشناسن. الزام استاندارد در ایزو 22000 و ایزو 9001 که با بند 4 هست، در بخش 4 این استانداردها به موضوع شناخت بافت سازمان پرداخته. جمله‌ای که در این استانداردها مطرح شده و نوشته شده به این شکل هست که سازمان باید مسائل درون سازمانی و خارج از سازمان رو با توجه به جهتگیری هایی که برای فعالیت های خودش، عملکرد سازمان خودش و اهداف مرتبط با سیستم مدیریت خودش در نظر گرفته، برای اینکه بتونه بهترین نتایج رو به دست بیاره یا به نتایج مورد نظر و مطلوبش در یک سیستم مدیریت کیفیت یا ایمنی غذا برسه، باید دقیقاً وضعیت خودش رو در مورد مسائل درون سازمانی و بیرون از سازمان مورد بررسی قرار بده، مورد پایش قرار بده، اونها رو رصد بکنه، کنترل بکنه و در زمانهای مقتضی اونها رو بازنگری بکنه. سازمان ها باید از وضعیت درون خودشون، از نقاط قوتشون و نقاط ضعفشون